سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند، سرحال و موفق باشین. دوستان عزیز، ما در ایران زندگی میکنیم. البته ما شخصا من هر جا رفتم دوستان ایرانی ما را دیدیم به چشم تحقیرآمیزی نگاه کردن. افغانستانی ها بی فرهنگن، افغانستانی ها بی سوادن، افغانستانی ها اینجورن، افغانستانی ها اونجورن، بالاخره برجه خودشان. ولی با کمال تعجب هر دقیقه هر ثانیه توی صفحات مجازی بچرخین و بگردین، خودشان هم میبینین که از شعرهای مولانای بلخی استفاده میکنن، از ابن سینای بلخی استفاده میکنن، فلسفه‌گو، ریاضیدان، بالاخره منطقدان از او استفاده میکنن. بازم افغانستانی ها بی فرهنگه. واقعا که